یه دونه آن باکس که ما پاور بانک تیپی 867 وات، نه اسمشه 10,000. بعد LED توش هست، فست شارژ، وایرلس دیگه. باز خودیم رو ببینیمش. این پشتش شماره کد اسکو که ما حافظش کنیم بیخیال هرچی. حالا خب اون که هیچی نه، هیچی میمونه. گارانتی هم داره، نمیدونستم. تبریز و شیراز و اصفهان. خب دفترچه راهنما که ما هیچ موقع اینا رو اصلا نمیخونیم. یه دونه سیم داره تایپ سی با یو اس بی که کیفیت جالبی داره و خود پاور بانک. آخ بدنش چرا اینطوریه؟ اینا روز خط میفته رو اینشه. وایرلسه. آره بذار ببینیم که من تست انجام بدم. اینش وا میشه، اینجا هم وا میشه. آره وا میشه که اینطوری وایسه ما بتونیم گوشیمون رو به این حالت. کاب داشت واقعا من میشه نمیدونستم. از رو کاب هم که شد و به این حالت که بله. و این چرا باز نمیشه؟ این از اینو، اینم از اینو، اینم که جمله روش 22.5 واته دیگه توان آخرش که دیگه عالیه خوبه.